عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشقت عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی، به جای اون نشستی. نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی. مرسی. یه ماه میخواستم که دارم، ای ماه شام تارم، توی رفیق راه من، ای غنچه بهارم. یه ماه میخواستم که دارم، ای ماه شام تارم، توی رفیق راه من، ای غنچه بهارم. ما میخواد عزیز کی بشه، ما در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی، به جای اون نشستی. نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی. قلب من اندازه مشت منه، مشتمو برای تو وا میکنم. چشم من اندازه پنجره هاست، تو رو بی پرده تماشا میکنم. من با اجازه یه حرفایی اومده تو مغزم باید بگم. یه فرصت خیلی خوبیه، چون تو این مدت 39 سالی که در لس آنجلس بودم، توی مصاحبه‌های مختلف از من پرسیدن آقای مارتی کارتونه چجوری شروع کردین؟ نه چیکار کردین؟ با گیتار میزدین؟ بله، من 16 سالم بود که این آقای منفردزاده دست ما رو گرفت و برد به استودیو. منم دست و پام میلرزید و گفتم آقای منفردزاده چیکار کنم؟ کارت نباشه، تو بیا، کارت خوبه، تو بلدی، بیا بریم تو، من بهت میگم چیکار کنی. قربونت برم آقای منفردزاده. مدیونتم، بعدشم مدیون منوچهر چشمازر عزیزم که واقعا بعضی وقتا که در استودیو ضبط میکردیم میگفتم منوچهر جان یه دو سه تا از اون تحریرهای گوگوشی به من یاد بده، یادت هست؟ قربونت برم. Thank you so much. و همچنین شهیار عزیزم، شهیار قنبری عزیزم، واقعا Thank you so much. Thank you so much for being. همه شماها قربونتون برم. I love you all. کاظم عالمی خوبم، شهرام سلطی همیشه he always mention me. Thank you. قربونت برم. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی،
به جای اون نشستی، نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی. عجب گوهر کمیابیست رفاقم، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهنه شرابه، پر از تراوت انگور و تاکه. بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو،